فیلم اتاق‌های قرمز فیلمی است در ژانر دلهره‌آور محصول کشور کانادا در سال 2023. در این فیلم پرونده یک قاتل سریالی برای محاکمه به دادگاه می‌رود. این قاتل از جریان قتل‌های خود فیلم می‌گرفته و آنها را در اتاق‌های قرمز دارک وب پخش می‌نموده. کلیان دختری آرام و مرموز که در عرصه مدلینگ و فعالیت‌های اینترنتی فعال است، جلسات محاکمه این قاتل سریالی را به طور مسررانه‌ای دنبال می‌کند. به گونه‌ای که حتی برای اینکه سر موقع در جلسات دادگاه حاضر شود، ساعتی را در خیابان در نزدیکی دادگاه به خواب می‌رود. او یک روز وقتی به دادگاه می‌رفته با دختری روبرو می‌شود که او هم پیگیر این قاتل سریالی است. دختر سر صحبت را با کلیان باز می‌کند و تا جایی برای دنبال کردن دادگاه قاتل با او همراه می‌شود. این دختر برخلاف کلیان دختری است پرحرف و ظاهربین که تنها دلیل برای محکومیت یا عدم محکومیت قاتل را ظاهر او می‌داند. کلیان که با انگیزه متفاوت این جلسات را پیگیری می‌کند، انگیزه‌ای که هیچ ربطی به گناهکار یا بیگناه بودن قاتل ندارد، وقتی در یکی از جلسات دادگاه حرفای مادر یکی از مقتولین را خطاب به زنانی که در این جلسات حاضر می‌شوند را می‌شنود، انگیزه‌ای دیگر در او بیدار می‌گردد. انگیزه‌ای که باعث می‌شود او مستنداتی را پیدا کند که در روند محاکمه بسیار کمک کننده است، ولی در این حال انگیزه اصلی خود را هم که به درون تاریکش مربوط می‌شود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.